گرامی داشتی نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخاری ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بیگزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق بگیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورов یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، به توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورов، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 21. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. سیوم، ساخت داخلی، اقتصادی و مدنیت آسیای میانه در عصرهای 3-2 پیش از میلاد. دولت یونان و باختر. مسئله ساخت دولتی و جمعیتی دولت یونان و باختر را تصویر نموده اکادمیک باباجان غفورov می نویسد که دایر به این مسئله سرچشمه ها آنقدر معلومات فراوان نمی دهند. از مدرک های موجوده معلوم می شود که شاهان یونان و باختری اساساً به نظام دولتداری سلجوقیان تقلید می کردند، اما حاکمیت مرکزی آنها آنقدر مستحکم نبود. سروری دولت پادشاه بود. در آخرهای موجودیت این دولت پادشاه با پسرش یک جایه حکمرانی می نمودند. دولت به ساتراپی ها تقسیم می شد و تکیهگاه اساسی حاکمیت پادشاه لشکر بود. در ناحیه های هندوستانی یونان و باختر با معلومات میلیندا پنخه رساله است که در عصر 2 پیش از میلاد با زبان پلی، یعنی از زبانهای میانه هندی، چون مباحثه در موضوع فلسفه بین میناندر، تلفظ هندیش میلیندا، و عالم هندی نگسینا تألیف شده است. نزدیکان شاه را سرلشکر، سروزیر، قاضی کلان، سردار خزینه، چتر بردار و شاه بردار تشکیل می دادند. دایر به خود باختر و دیگر ناحیه های همجوار آن مأخذها چنین خبر نمی دهند. تکیهگاه اساسی حاکمیت شاهی لشکر بود که به صف آن غیر از یونانی ها باختریان وارد می شدند و آنها اساساً قسم های سواره را تشکیل می دادند. غیر از این شاه گارد شخصی نیز داشت و قوه اساسی ضربه‌زنی لشکر را فیل‌های جنگی تشکیل می دادند. در سرچشمه های یونانی هم دیادات و هم یوکریتید حاکمان 1000 شهر نامبر شدند. این به نظر مبالغه تابد هم، ولی معنی آن را دارد که در این دوره صنعت شهرسازی خیلی رواج یافته بوده است. شهرهای باختر و سغد را از روی تاریخشان می توان به 3 گروه جدا نمود. یکم، شهرهایی که پیش از هخامنشی ها و یا در زمان آنها بنیاد شدند. به این گروه پیش از همه شهرهای باختر، باکترا، مرکزی دولت و مراقند، پایتخت سغد داخل می شوند. دوم، شهرهایی که در زمان استیلای یونان و مقدونی ها یا در عهد سلجوقیان ساخته شدند. سوم،
شهرهایی که در زمان موجودیت دولت یونان و باختر بنیاد شدند. از جمله به گروه دوم و سوم شهرهای اسکندریه اقصا، یوکراتیدیا که از طرف اسکندر و یا والیان یونانی یا شهرهای به دخالت حکومتداران به وجود آمده داخل می شود. همزمان باباجان غفورов تأکید می نمایند که دایر به ساخت داخلی شهرهای یونان و باختر امروز معلومات کافی نیست و شاید من بعد دایر به خصوصیت این شهرها و شکلهای خودیدارکنی آنها کاوش‌های باستانشناسی معلومات بیشتر منظور نمایند. از همان مأخذ خطی میلیند پنخه برمی آید که شهرها مرکزهای اساسی هنرمندی بودند و کسب‌های آهنگری، زرگری، میسگری، کلالگری، چرمگری، خیمه‌دوزی، شانه تراشی، بافندگی، ندافی، سبد بافی، کمانگری، سنگ تراشی، زرشویی، آشپزی، قصابی، میفروشی، گلفروشی خیلی رواج یافتند. همزمان در مأخذ تأکید شده است که در بین شهریان تاجران ماهود و هر نوع آذوقه نیز خیلی بسیار بودند. در تکیه به این معلومات می توان خلاصه نمود که اساساً کسب و هنر و سودا در دست اهالی محلی بوده است. باختر و مراقند از جمله شهرهای بزرگ و مشهور این دوره بودند. مخصوصاً باختر همچون مرکز دولت همیشه در رونق بود. شهر بکترا باختر تقریباً 20 کیلومتر دورتر از شهر مزار شریف افغانستان امروزه جایگیر بوده است. در تمام دوره عصرهای میانه در این مکان شهر بلخ آوازدار موجود بود. برای همین هنگام حفریات باستانشناسی بیشتر قبطهای مدنی دوره‌های بعد آشکار گردیدند. شهر بکترای زمان یونان و باختر در جای دیمنه حاضره بالای حصار قرار داشت که طرح آن درازرویه بوده، مساحتش تقریباً 120 گکتر است. باستانشناسان فرانسوی با راهبری د شلومبرژ دانیل 1904-1972 باستانشناس فرانسوی محقق شرق قدیم در سوریه و افغانستان کاوش‌ها گذرانیده است. یکی از بازیافت‌های او شهر آی خانم می باشد. ساخت دیوارهای قلعه، غفسی آن، تیرکش‌ها و دیگر خصوصیت‌های قلعه را توانستند معین نمایند. در بعضی جایها غفسی پایه‌های دیوار قلعه به 31 متر می‌رسد. باستانشناسان فرانسوی سالهای 1964-1965 به حفریات دیمنه آی خانم ساحلی چپ دریای پنج در افغانستان امروزه شروع نمودند. طرح آی خانم 3 کنجه بوده، یک پهلویش تا 1.5 کیلومتر و پهلوی دیگرش تا 2 کیلومتر درازی دارد. طرف شمال و غربی آن در پستی و طرف جنوب و شرقی آن در بلندی جای گرفته است. کاوش‌های آی خانم مواد زیاد دادند، از جمله باقی مانده های انشاءات عظیم که از سنگ و خشت خام و پخته ساخته شده اند. ستون و بالارهای سنگی، هیکل‌های الینی، سفالات، زیور، این چنین قبرستان یونانی و سنگ‌های روی قبرهای یونانی یافت شدند. این بازیافت‌ها دلالت می‌کنند که آی خانم شهر عصرهای 3-2 پیش از میلاد یونان و باختر است و در آن عنصرهای فرهنگی یونان و الینی و همزمان عنصر خاصی یونانی اهالی محلی جای دارد. آی خانم یکی از کلانترین شهرهای یونان و باختری بود، ولی حالا نام اصلی آن معلوم نیست. در روبروی آی خانم در ساحل راست دریای پنج در حدود ناحیه امروزه فرخار باستانشناسان آثار دیگری مهمی دوره آخری موجودیت دولت یونان و باختر را کشف کردند که با نام موضع امروزه سکسناخور مشهور است.
این یادگاری 7 کیلومتر شمالتر از مرکز ناحیه فرخار واقع است و مساحت قلعه دیمنه آن 5 هکتار را تشکیل می دهد. باستانشناسان در اینجا محله کاسبان، خمدانهای کلالی و اینچنین انشاءات یافتند که قصر و معبد را در بر می گیرد. در مرکز حولی کلانی 4 کنجه اندازه 27.7 به 27.7 متر جای گرفته است که از 3 طرف دالان دارد. در یک طرف حولی ایوان 4 ستونه، در 2 سمت آن 2 حجره و در پیشگاهش 1 در برای برآمدن به دالان موجود است. در برابر دالان غربی حولی 8 بینای بوده است که به 3 گروه تقسیم شدند. در مابین بیناهای شمالی 1 خانه کلانی 4 کنجه ستوندار جای گرفته است. از همین خانه باستانشناسان اشیای زیادی قیمت بها از جمله 3 برگه طلایی یافتند. خانه ها خیلی با حشمت ساخته شده‌اند. دیوارهایشان نهایت قفس. خانه ها به شکلی دراز رویه با بام های 4 کنجه یا راست کنجه ستوندار پوشیده شده. آستانه های آنها از تخت سنگ های 4 تراش شده ساخته شده‌اند. ستون های سنگی ایوان پایه های پرنقش و نگار و مرکب ساخت داشته در روی ته کرسی های 2 قبته سنگین می ایستادند. سنه امارت این انشاءات عصرهای 3-2 پیش از میلاد معین شده است. در قلمرو تاجیکستان امروزه در زمان یونان و باختر بسیار شهرهای دیگر نیز بودند. یک شهر دیگر این دوره قیقباد شاه می باشد که در نزدیکی شهرک امروزه ناصر خسرو جایگیر است. شهر طرح 4 کنجه به اندازه 285 بر 325 متر را صاحب می باشد. اطراف آن را دیوارهای قفس با برج‌های 4 کنجه احاطه کردند. باستانشناسان از حدود شهر چند بینای 4 کنجه و راست کنجه با خاک سفید انداوه شده یافتند. غیر از این کمی دورتر دیمنه قلعه میر در حدود خود شهرک ناصر خسرو یافت شد که از آنجا استاخانه میسگری و بسیار اشیای روزگار و تنگه ها کشف گردیدند. یادگاری دیگری این دوره کهن قلعه لب جری کنار وخش می باشد که جنوبتر از مرکز ناحیه امروزه جلال الدین بلخی. حدود آن از کیقوبادشاه کمی خردتر بوده از 2 قسم اساسی در شکل راست کنجه و قسمی دیگری به شکل واقع است. قلعه در جای خوب استراتژی جایگیر است و داخل آن سراسر از عمارت‌های گوناگونی راست کنجه و 3 کنجه عبارت می باشد. از معلومات باستانشناسی برمی آید که ساختمان این قلعه پوره به انجام نرسیده بوده است. شاید به این هجوم کوچمنچیان در آخر دوره یونان و باختر خلل رسانیده باشد. کهن قلعه و کیقوبادشاه به ما دایر به صنعت قلعه سازی زمان یونان و باختر معلومات فراوان دادند. اساساً قلعه ها همچون انشاءات مقتدر حربی با برج های راست کنجه به هم زیج ساخته می شدند. دیوار برج و دیوار خود قلعه با نیم ستون ها، پیلیسترها مستحکم کرده شده در برج و دیوار ترقش های حقیقی و قلبکی گذاشته می شدند. قلعه ها درآمدگاه های مستحکم و دروازه و برج های بلند داشتند. ناوابسته از آن که در زمان استیلای یونان و مقدونی ها واحه های آسیای میانه از جمله سمرقند و سوخت ضرر جدی دیده بودند، ولی از معلومات باستانشناسی برمی آید که به زودی در محلها زندگی مجرای آرام پیدا می کند و کسب و کار تدریجاً رو به انکشاف می آرد. پیش از همه کاسبی و هنرمندی رونق می یابند. کشاورزی رو به انکشاف می نهد. مؤلفان انطقه دایر به شرایط خوب و به کشاورزی موافق باختر خبر می دهند.
رواج زراعت غله‌دانه، باغ و تاک پروری و حتی کشت شالی، این چنین چارواداری را تأکید می نمایند. برای آبیاری زمین‌ها در باختر و سوخت شبکه‌های کلان کانال‌ها موجود بودند. دایر به تاریخ دولت یونان و باختر معلومات زیادی سیکه شناسی نیز موجود است. یکی از مکملترین و با نظامترین معلوماتنامه راجع به تنگه های دوره یونان و باختر کارپوس تنگه های هندو یونانی است که آن را عالم هندوستانی A.N. لاهوری ترتیب داده است. اما در این فهرست تنگه های آثارخانه های شوروی داخل نشده اند. در دولت یونان و باختر از طلا، نقره، مس و این چنین از خوله مس و نیکل سیکه زده می شدند و از همه بیشتر شماره زیادی تنگه های نقرگی به ما رسیدند. تنگه ها بیشتر با عکس شاهان و در پس آن عکس کدام یک خدا از جمله خداهای یونانی اپلان، ارتمیدا، افینا، دمیترا، دیاسکورا، گکاتا، گلیوس، گراکل، زیوس، نیکا، پسیدان و غیره ضرب می شدند. بعضی تنگه ها کتیبه نیز داشتند. از جمله در تنگه های دوره یوکراتیت صفتی کبیر ثبت یافته بود. انتیماخ باشد خود را خدا نامیده بود. این چنین در تنگه های دوره یوکراتیت کتیبه های دو زبانه جای داشتند. اگر در روی تنگه کتیبه یونانی بیاید، در پس آن ترجمه تحت لفظی آن با خطی خراشتی آورده شده است. وزن تنگه ها اساساً موافق با چینک های همان وقته یونان بود. یافت شدن تنگه ها از منطقه های گوناگون نشانه رواج تجارت داخلی و خارجی می باشد. در سرچشمه های خطایی آمده است که در باختر بازارهای کلان بوده است و باختریان در سودا همتا ندارند. دایر به فرهنگ معنوی دوره یونان و باختری معلومات کمتر دسترس است، ولی از معلومات موجوده نیز عیان می گردد که یونان و باختر یکی از مرکزهای فرهنگی جهان آن وقته بود. باختر همچون سرزمینی قدیمه دارای فرهنگ خیلی بای محلی بود و در این دوره نیز در نتیجه رابطه با فرهنگ‌های دیگر پیش از همه یونانی و هندی و عموماً مدنیت ایلینی باز هم رشد یافت. مخصوصاً صنعت یونان و باختر به اوج رشد خود رسیده بود. عالم شناخته شوروی K.V. تریور کامیلا واسیلیونا 1892-1974 مؤرخ و صنعتشناس شناخته شوروی، مؤلف چندین تحقیقات آید به تاریخ، فرهنگ و صنعت آسیای میانه، ماورای کافکاس و ایران، مؤلف کتاب آثار صنعت یونان و باختر. تریور درباره صنعت دوره یونان و باختر می نویسد: در تنگه های یونان و باختر صورت شاهان با مهارت بلند ثبت شدند. مهر آن را صنعتکاران زبردستی کشیدند که در عکس حجماً خردکک چنان رسمی واقعانه آفریدند که نه فقط خصوصیت قیافه شخص را انعکاس می نماید، بلکه با واسطه این یا آن جزئیات خرد فعل و اطوار این یا آن شخص را عیان می سازد. یکی از دیگر نشانه های رشد صنعت باختر این آثار عجایبی تارفتیکه می باشد که تارفتیکه از کلمه یونانی بوده معنایش بریدن یا حکاکی نمودن است. در علم باستانشناسی هنری کارکردی دستی گذاشتن نقش و نگار در اشیای فلزی، چوب، سفال و دیوار را می گویند. این اصطلاح اساساً به آثار هنری عهد باستان مربوط است و در دوره عصر برنجی پیدا شده است. با اصولی در دیوار بناها گذاشتن نقش و نگار، حجره های با رسم ها، ریلیف های سنگی و فلزی آرایش گردیده ظاهر یافتند. رابطه باختر
با عالم ایلینی و هندوستان در این دوره خیلی قوی بود و آن در عقاید دینی بیشتر مشاهده می شود. به اندیشه متخصصان محض در همین دوره در آسیای میانه دینی بودایی پهن می گردد. اما آیین اساسی ساکنان باختر زردشتیه بود و آن یگان ذره موقع خود را از دست نداده است. شهر باختر باکترا معمولترین مرکز زردشتی محسوب می یافت و به اینجا از هر گوشه و کنار زیارتچیان سرشمار جمع می آمدند. معبد اساسی آتش پرستان معبدی آلهه اردویسور اناهیتا در همین باختر واقع بود و در اینجا مجسمه اناهیتا با تاج طلایی و لباسی از پوستی سگ آبی دوخته شده گذاشته شده بود. البته در باختر معبدهای یونانی نیز بودند، زیرا در بین اهالی این کشور شماره یونانی ها زیاد بود و حاکمان دولت یونان و باختر را اساساً یونانی ها تشکیل می دادند. عکسی خداهای یونانی که بالاتر نامهای آنها ذکر شد در پس اکثر تنگه های این دوره آورده شده است و این دلیل می باشد. معبد و عبادتخانه های یونانی در شهرک آی خانم هم یافت شدند. در دولت یونان و باختر دینهای گوناگون موجود داشتند، اما اکثر اهالی محلی یعنی باختری ها چون زمان پیش اساساً پیروی آیینی زردشتی بودند. این آیین به یونانی های این کشور نیز تأثیر خود را گذاشته بود. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 21. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چه جایگاهی مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.